سلام رفقا، خوش اومدین به اولین فیلم یوتیوب من نسترنم، ترم 6 پرستاری و اینجا قراره در مورد رشته پرستاری با هم دیگه صحبت کنیم. اول از همه در مورد نحوه پذیرش این رشته که بخوام بهتون بگم، پذیرش این رشته فقط و فقط با کنکور سراسری، یعنی شما چه بخواید این رشته رو توی دانشگاه سراسری و چه در دانشگاه آزاد تحصیل کنید باید از سطح کنکور رد بشید. در مورد رتبه حقیقتش هر سال رتبه خیلی متفاوت هستش و اینکه خیلی بستگی داره به اینکه شما خودتون توی کدوم شهر زندگی میکنید. برای مثال یک فردی که توی شهرستان ها زندگی میکنه، یعنی شهرهای تیپ 3، خیلی احتمال اینکه بتونه با رتبه بالاتر توی اون شهر پرستاری بخونه زیاده. برای منطقه 2، برای اینکه شما بتونید توی دانشگاه‌های دولتی درس بخونید پرستاری رو، حتما باید رتبه زیر 13,000 بیارید بچه‌ها، و تا رتبه 20,000 منطقه 2 میتونید توی شهرهای تیپ 3 و دانشگاه‌های تیپ 3 به صورت آزاد تحصیل کنید. مدت تحصیل این رشته به صورت 4 سال کارشناسی، 2 سال ارشد و 4 سال دکتراست. شما در طول 4 سال کارشناسی به صورت 6 ترم در دانشگاه و بیمارستان همزمان درس میخونید و کار میکنید و از ترم 7 وارد بیمارستان میشید و از ترم 7 تا 8 شما وارد بیمارستان میشید و دیگه دانشگاه نمیرید. دروس ترم 1 این رشته به صورت دروس علوم پایه پزشکی هست، شامل آناتومی، فیزیولوژی، بیوشیمی، میکروب شناسی و انگل شناسی به همراه اصول و فنون پرستاری. دروس تخصصی این رشته شامل دروس بزرگسالان و سالمندان 1، 2 و 3 هست که توی 3 واحد متوالی عرضه میشه و شما باید پاس کنید که واحد بالایی هم داره و شامل مباحث تمام اعضای بدن هست، یعنی شامل چشم، گوش، پوست، سوختگی، عفونت. دیگه عرضم به خدمتتون کلیه و مجاری ادراری، گوارش، تنفس، قلب، همه اینها توی واحدی به اسم بزرگسالان و سالمندان ارائه میشه. دروس تخصصی تر مثل دروس دیالیز، ICU، CCU، بخش‌های ویژه و نوزادان و مادر و نوزاد هست. در کنار این درس‌ها شما سلامت بهداشت، سلامت روان، بهداشت روان و اینها رو پاس خواهید کرد. از ترم اول و در برخی از دانشگاه‌ها از ترم دوم شما وارد بیمارستان میشید و به عنوان کارآموز توی بیمارستان واحد میگذرونید و کارهای عملی رو انجام میدید. البته قبل اینکه وارد بیمارستان بشید شما توی دانشگاه در واحدی به اسم پراتیک شما قرار هستش که تمرین کنید و کارهای عملی رو بهتون آموزش میدن و بعد از خود تمرینی ها که روی مولاژ ها انجام میشه شما میتونید در ترم بعدی وارد بیمارستان بشید. در طول دوران کارشناسی شما 1800 ساعت شیفت خواهید داشت توی بیمارستان. نمره قبول دروس پرستاری توی دانشگاه‌های دولتی به صورت نمره 10 هستش و برای اینکه مشروط نشید واجب هستش که معدلتون بالای 12 باشه. برای کارشناسی پرستاری شما نیازی به ارائه پایان نامه ندارید، اما یک سری از دانشگاه‌ها پایان نامه میخوان از دانشجویان که شما وقتی وارد دانشگاهتون میشید بهتون میگن که آیا لازمه که در پایان این 4 سال شما پایان نامه داشته باشید یا نه. فرصت شغلی همونطوری که شاید خیلیاتون بدونید برای رشته پرستاری بسیار زیاده و این پرستار میتونه در خیلی از مراکز کار کنه، مثل بیمارستان، کلینیک‌های خصوصی، در کنار پزشک‌ها به صورت فعالیت‌های هوم کیر، یعنی شما میرید در داخل منزل به ارائه مراقبت‌های پرستاری میپردازید. همچنین میتونید توی فیلد زخم، فیلد کاشت مو، فیلد PRP، فیلد زیبایی هم فعالیت داشته باشید. و این نکته جالبیه که خیلیاتون شاید ندونید، اینکه یک دانشجوی پرستاری کارآموزی مهد کودک هم داره، چون میتونه بعد از اینکه فارغ التحصیل شد مهد کودک تأسیس کنه. یک پرستار همچنین میتونه در مراکز بهداشت و مراکز سلامت شهری هم کار کنه. در طول دوران تحصیل دانشجوها میتونن از همون ترم 1 برن سر کار و مثلا توی حالا بیمارستان ها و
و میتونن توی درمانگاه‌ها کار کنن. برای اینکه شما بتونید توی بیمارستان کار کنید لازم هستش که به ترم 6 برسید، یعنی شما از ترم 6 میتونید توی بیمارستان‌ها به صورت کار دانشجویی کار انجام بدید. کار دانشجویی حقوق داره. شما باید 100 ساعت در ماه رو شیفت بدین و به ازای هر ساعت طبق بخشنامه جدید به شما 22,000 تومان پول خواهند داد. در مورد موقعیت اجتماعی رشته پرستاری اگر بخوام بگم، همونطوری که میدونید رشته پرستاری جزو رشته‌ای هستش که هم توی کنکور خیلی تقاضاش زیاده و هم مردم خیلی به این رشته بها میدن و ارزش داره توی جامعه. حالا شما ممکنه اول که وارد این رشته میشید احساس کنید که خب پرستاری یه رشته خیلی تاپی نیست، اما وقتی وارد بشید میبینید که نه، خیلی ارزش بالایی هم داره، اما مثل پزشکی شاید نباشه. مهارت‌های ارتباطی که یک پرستار باید داشته باشه. یک پرستار باید از قدرت همدلی و دلسوزی بالایی برخوردار باشه تا بتونه مریض‌هاش رو درک کنه و بهشون مراقبت‌های لازم رو ارائه. همچنین یک پرستار لازم هستش که صبور باشه و نکته بین باشه و به جزئیات خیلی دقت کنه، چون که مراقبت از بیماران جزئیات خیلی مهمه. همچنین مهمه که آدمی باشه که به درس علاقه داره، چون دروس رشته پرستاری دروس به نسبت سختی هستن و حجم زیادی دارن و فرار هست. پس شما تا آخر عمرتون توی این رشته باید تحصیل کنید و مدام مطالب رو مرور کنید، چون یادتون میره و اینکه بدن انسان علمی هستش که هر روز آپدیت میشه و علم پزشکی علمی هستش که ممکنه مراقبت هایی که الان میده رو توی 2 سال دیگه نده و سیستمش کلا به عوض. همونطوری که گفتم نرخ اشتغال این رشته به شدت بالاست و محال شما یک پرستاری رو پیدا کنید که بیکار باشه. پس یه رشته‌ایه که بازار کارش همیشه مهیاست حتی توی کشورهای خارج و شما میتونید با مدرک پرستاری خیلی راحت به کشورهای دیگه از جمله آمریکا، حتی عربستان، کشورهای اروپایی و استرالیا مهاجرت کنید. تقاضای این رشته توی کشورهای دیگه بسیار بالاست و حقوق خیلی خوبی بهتون میدن و مزایای عالی هم براتون داره. اگه بخوام از سختی این رشته بگم، همونطور که میدونید شیفتا به شدت سختن، فرسودگی روحی و جسمی بسیار بالایی داره. شما در محیطی دارید کار میکنید که با درد و رنج مردم همراهه و یک محیط آلوده است و هر لحظه احتمال داره با سرسوزن آلوده به خون بیمار آلوده بشید. پس خیلی مهمه که مراقب خودتون باشید و پروتکل‌های ایمنی رو که بهتون یاد میدن رعایت کنید. به نسبت سختی این کار حقوق کمی داره در کشور ما ایران، بین 12 میلیون تا 18 میلیون هستش، بسته به اینه که توی کدوم شهر کار میکنید. در مورد اینکه شما توی کدوم شهرها میتونید طرح برید، این رو باید بگم که این بستگی داره به اینکه دانشگاه قبولیتون در کدوم منطقه است. اگر شما در منطقه 3 تحصیل کنید فقط میتونید توی شهرهای منطقه 3 کار کنید. انتخاب شهر با خودتونه، اما حتما باید توی همون منطقه 3 باشه. اگر توی منطقه 2 تحصیل کنید فقط باید توی شهرهای منطقه 2 و منطقه 3 طرح برید. برای مثال منی که رشت تحصیل میکنم نمیتونم طرحم رو توی شهر تهران که شهر منطقه 1 حساب میشه کار کنم و طرحم رو اونجا بردارم. اما اگر شما توی منطقه 1 تحصیل کنید و سهمیه کنکورتون برای منطقه 1 باشه میتونید توی همه شهر تحصیل. اما در مورد مقایسه رشته پرستاری با سایر رشته‌های پیراب‌پزشکی، به نظر من اولویت با پرستاری، مامایی، اتاق عمل و هوشبری. اگر دلیلمو بخوام بهتون بگم، خب پرستاری یه رشته‌ای هستش که بازار کار خیلی خوبی داره، مهاجرتش خوبه، زمینه‌های کارش خیلی زیاده و شما میتونید به صورت مستقل کار کنید. اما رشته مامایی جز رشته‌های اشباع شد و نرخ بیکاریش هم بالاست. اتاق عمل هم یه رشته‌ای هستش که به نظر من رشته جذابیه، اما بازار کارش مثل ماماییه. هوشبری هم که دیگه اشباع شده. این یه معرفی خیلی کلی بود راجع به رشته پرستاری. در نهایت اگر سوالی براتون پیش اومد توی کامنت ها بپرسید تا من بهتون جواب بدم. در نهایت من بالاخره وارد رشته پرستاری بشم یا نه، این بستگی به شما داره و روحیات شما و اینکه میتونید با شرایط این کار کنار بیاید یا نه. با توجه به توضیحات این ویدیو، این خود شما هستید که میدونید این رشته مناسب شماست یا نه. آیا میتونید با شیفت های چرخشی و شیفت های شب کنار بیاید یا نه.
به نظر من برای پسرا رشته فوریت پزشکی خیلی مناسب تر از پرستاریه و برای دخترها هم رشته فرهنگی.